درود بر ریزای درود با من در یک سال. امروز 31 январи سال 2024 است و ساعتم 11:33 و من از خواب خستم که این کاری خوب نیست و این گونه نوارها رو من تنها در وقت نمیکنم که از خواب میخیزم و دیر است و یک نواری هم کرده بودیم درود با من در 2 ماه و این نوار میشود درود در من در 1 سال و باز نواری هستند که درود بر من در 3 سال و در 5 سال و امروز من میخوام صحبت کنم درباره نقشه‌های آینده و بله این زمان در بالای لایحه ایتی آموز کار کرده ایستادم و نقشه دارم که یک چند کورس ها سازم وابسته به ایجادکاری، به ایتی، به برنامه سازی و نقشه های زیادی دارم برای ایجاد کردن نوارها در یوتیوب. خیلی هم سفر زیبا بود چون که 1000 ابونچی جمع آوری کردیم. بله با برنامه کتابخانم رفتیم. بسیاری از دوستان آنلاینی رو یافتیم. می در حقیقت که زیبا بود. ایجاد کردن زیباست. کارت رو نشان دادن زیباست در جهان رقمی. ولی برای نمیدونم که تا کجا می رود این. تا کجا می رود این سفر و شاید که دیگر ایجاد نکنیم نوار. شاید که ایجاد کنیم. شاید که از دنبال لایحه ایتی آموز دیگر نرویم. شاید که رویم چون که این خیلی دشوار بود طولی چند هفته اخیر. کاری زیاده بود. هر روز کار قریب میکردم 12-14 ساعت در بالای هر گونه لایحه ها و بله خیلی دشوار بود چون که اول تنها من خودم بودم و نوار ایجاد میکردم برای مثال برای ایتی آموز. ولی این زمان که این لایحه هست و پلتفرم آموزی میشود و شرکت هست و زیاده از 4 کس کار میکنه در این شرکت و با 4 کس هر روز کار کردن، هر روز با آنها گفتگو کردن و معاشرت کردن این خیلی دشوار است. و بله با من لازم است که بسیار کتاب خوانم، با من لازم است که بسیار با این آدمان کار کنم، تجربه زیاد گیرم تا که یک آینده درخشان سازیم برای همدیگر. و بله سببی که من این نوار رو میکنم امیدوارم که در سال آینده، یعنی من در 1 سال، چون که به خودم در 1 سال وعده دادم که به یگان شرکتی دیگر نمیروم، این زمان به من مبلغ زیاد لازم نیست، تنها کاری رو میکنم که از آن لذت میبرم و آن معنی دارد و آن برای من است و برای ماست. یعنی محصولات های من، محصولات ها گفته تنها برنامه ها نیست، یعنی که زمین من نیست. محصولات گفته برای من این همین مقال هایی که می نویسم، همین نوارهای ایجاد میکنم، کورس هایی که ایجاد میکنم در یوتیوب و اون من ایتی آموز و همین را به من محصولات رقمی است و از ایجاد کردن این محصولات ها، از ساختنشان لذت میبرم و به خودم 1 سال اجازه دادم یا اینکه امکانیت دادم که تا که این کار رو انجام بدم، چون که الکی بعد از 1 سال بسیار چیزا شاید که عوض شود و مسئولیت های زیادی رو شاید که برداشت گیرم و این دشوار باشد انجام دادم. برای همین در همین 1 سال سخت کار کردن در کار، نوابسته از وضعیت زندگی هم کار کردن در کار، هم تحصیل کردن در کار تا که پلتفرم تیار باشد و آن رو تبلیغ کنیم و مردم آن رو استفاده برند و خودم هم استفاده برم و کورس های خود رو سازم و بله یعنی همان مقصد هایی که داشتیم عملی شوند. ولی برای همه این کار کردن لازم است. بله با فکرم همین قدر گپ خبر بود که میخواستم صحبت کنم امروز و بله درود بر ریزا در 1 سال.